به ماشین استارت میزنی روشن نمیشه، دلایل مختلفی داره، ولی یکی از دلایلاشو که خیلی‌ها بهش دقت نمیکنن میخوام تو این پست 0 تا 100 بررسی کنم. این پست رو حتما سیف کن چون مطمئنم به کارت میاد. بریم که شروع کنیم. یکی از ایرادایی که باعث میشه ماشین روشن نشه عیب توی سیستم ایموبیلایزره. این سیستم با 3 تا قطعه درگیره: انژکتور، کوئل و رله پمپ بنزین که توی این خودرو داخل رله دوبله. حالا بریم با هم بررسی کنیم که چجوری عیبیابی میشه. خب قبل از اینکه بریم سراغ این 3 تا قطعه باید ECU ماشین رو تشخیص بدیم چون خیلی مهمه. ECU با ECU متفاوته. نقشه خونی، سیم کشی اینا با هم فرق داره. اولین قطعه که با هم بررسی می‌کنیم انژکتوره. یکی از سوکتاشو میکشیم. انژکتور 2 تا پایه داره، یه دونه مثبت، یه دونه هم سیگنال که ECU براش ارسال میکنه. به کمک تسلام این تست رو انجام میدیم. وقتی سویچ رو باز میکنی بین این 2 تا پایه یکیش باید برق دائم باشه، یعنی این چراغ دائم روشن کنه. ولی نکته‌ای که هست تو ECU زیمنس، کروز و اس100 این چراغ دائم روشنه، ولی توی ECU سارجن ولو و بوش 3 تا 5 ثانیه اولی که شما سویچ رو باز می‌کنی این چراغ روشنه، بعدش خاموش میشه. به خاطر همینه که میگم شما اول باید ECU رو تشخیص بدی. پایه دیگه هم وقتی سویچ بازه خاموشه. این پایه همون پایه که پالسی که ECU برای انژکتور میفرسته. حالا استارت میزنیم. خب همونطور که می‌بینید چشمک زن روشن میشه، یعنی ECU داره پالس برای انژکتور میفرسته. اگه این پالس نمی اومد یکی از نشونه‌های خرابی ایموبیلایزر میتونست باشه. بریم سراغ قطعه بعدی که کوئله. یکی از سوکتاشو میکشیم. تو این مدل هم مثل انژکتور 2 تا پایه داره. یکی از پایه‌هاش برق دائمه، یکی هم سیگنالی که ECU براش ارسال میکنه. وقتی استارت میزنیم اون پایه باید چشمک زن بشه. استارت میزنیم. این پایه چشمک زن بود. اگر چشمک نزد یکی دیگه از نشونه‌های خرابی ایموبیلایزر همین میتونه باشه. بریم سراغ نشونه سوم که رله دوبله. یکی از پایه‌های رله دوبل برق پمپ بنزین رو وصل میکنه. یعنی شما وقتی سویچ رو باز میکنی 3 تا 5 ثانیه اول ECU اون منفی رو وصل میکنه. توی این خودرو ECU زیمنس پایه شماره 10 و نقشه نشون میده. پس چی شد؟ نقشه خونی خیلی مهمه. خب پایه شماره 10 رو من تسلامپ رو وصل میکنم، سویچ رو باز میکنم. 1 2 3. بعد از 3 ثانیه خاموش شد. پس این نشون میده که ECU منفی رو وصل میکنه. اگر این چراغ روشن نمیشد و اون 2 تا پالس هم سر انژکتور و کوئل نمیرسید ما دیگه شکمون میره به خرابی ایموبیلایزر. ولی یه نکته خیلی مهم. اون نکته مهم چیه؟ وقتی سنسور دور موتور خراب میشه دقیقاً همین نشونا رو خودرو به وجود میاد. یعنی پالس سر انژکتور کوئل نمیره، ECU هم رله پمپ بنزین رو فعال نمیکنه. خب آقا ما از کجا بفهمیم ایراد از سنسور دور موتوره یا از سیستم ایموبیلایزر؟ چند تا نشونه داره. من از ساده تریناش بهت میگم. عقربه دور موتور تو یه سری از ECU مثل ECU زیمنس یا اس100 شما وقتی استارت میزنی عقربه دور موتور یه تکون کوچولو میخوره. اینجا نشون میده سنسور دور موتورت سالمه. یا از روی چراغ ایموبیلایزر خیلی مهمه. شما وقتی استارت میزنی این چراغ باید خاموش بشه. اگه چشمک بزنه، اگه دائم روشن بمونه نشون میده یه ایرادی توی این سیستم به وجود اومده. یا نشونه سومش با دستگاه دیاگ اگر خطای ECU قفل شده است بیاد نشون میده ایراد توی سیستم ایموبیلایزره. و اگر خطایی نیومد یا خطای سنسور دور موتور اومد شکت میره به خرابی سنسور دور موتور. هر کدوم از نسل‌های ایموبیلایزر عیبیابی خاص خودشو داره که نیاز به تخصص داره. شما با دیدن دوره ما این تخصص رو به دست میاری. اگه میخوای 1 ساعت از این دوره رو رایگان ببینی و با این دوره بیشتر آشنا بشی عدد 14 رو زیر این پست کامنت کن.